نهم می 1940 شهر کوچک فرانسوی با بچه های کوچک. شهری در آردن نه چندان دور از آلمانی که با فرانسه در حال جنگ است، اما اوضاع آرام است تا اکنون. بنابراین بچه ها کفشایشان را تمیز و مرتب روی تاقچه میگذارند و معلمشان میگوید امروز آهنگ زیبایی میآموزیم که صلح را به ما برمیگرداند. راند 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 گود پاپتس. و این آخرین کلاسشان است. جنگ جهانی دوم، آخر زمان، سقوط فرانسه. 10 می 1940 ساعت 5:35 صبح آلمان ها حمله را آغاز می کنند. چتربازهای آلمانی روی هلند فرود آمدند. آنها پیشلشگرانند. اولین افراد از یک سپاه مهاجم 3 میلیون نفری. ورماخت وارد خاک بلژیک می شود. این تله هیتلر است. آلمان ها وانمود می کنند از راه بلژیک می طرف به فرانسه حمله می کنند، همانطور که این کار را در سال 1914 انجام دادند. ژنرال گاملان فرانسوی فرمانده نیروهای متفقین آسوده است. او همه چیز را پوشش داده و این استراتژی را در زمان جنگ مسخره نیز طرحریزی کرده است. گاملان بهترین های نیروی زرهی و جنگاورترین های ارتش فرانسه را همراه با تمامی نیروهای نظامی بریتانیا به بلژیک می‌فرستد. اینها سربازهای جنگاورند با اراده پولادین. آنها از پیشروی آلمان در خاک بلژیک جلوگیری می‌کنند. اما هیتلر در مقر فرماندهیش در پوست خود نمی‌گنجد. تله‌اش کار کرده است. او میگوید از خوشحالی می‌خواهم گریه کنم. او به مارشال گورینگ فرمانده نیروی هوایی دستور می‌دهد نیروهای فرانسوی را بمباران نکند و اجازه بدهد تا اعماق خاک بلژیک پیش بروند و او از پشت به آنها حمله می کند. حمله واقعی او از راه آردن خواهد بود. به نظر سرفرماندهی فرانسه هیچ تانکی نمی تواند از این تپه های جنگلی پردرخت بگذرد. اما هیچ چیز جلودار نازی ها نیست به غیر از ترافیک سنگین خودشان. در این هنگام در هلند و بلژیک مردمی که ماشین دارند اولین کسانی هستند که فرار می کنند. همه مشکوکند. بازرسی برای به اصطلاح ستون پنجم، جاسوسانی که برای نازی ها کار می کنند آغاز می شود. آلمان ها به تاکتیک های انحرافیشان ادامه می دهند. حمله به بلژیک با نیروهای آموزشی دیده هوایی. سربازان آهنگشان را در جنگ لهستان سرودند. منتظر چه هستید رفقا؟ وقت رفتن است رفقا. سپیده دم 11 می روی بلژیک فرود آمدند. هدف آنها تسخیر محور سیستم دفاعی بلژیک است. دژ ابین امیل در کانال آلبر که به نفوذ ناپذیری شهرت داشت. یک سرباز شجاع آلمانی با مقادیر زیادی مواد منفجره خود را روی هدف پرتاب می کند.
فاتحان در میان خرابه های دژ ابینمیل شاهرگ بلژیک قدم میزنند. تصاویری همچنین نشان میدهد که چرا ورماخت به شکست ناپذیری شهرت داشت. پس از سقوط دژ مردم برای رسیدن به آخرین قطارهای پاریس تقلا میکنند. در پایتخت فرانسه صلیب سرخ وارد عمل شده. پناهندگان بلژیکی با قطارهای حمل و نقل حیوانات راهی جنوب می شوند. وقتی آلمان‌ها وارد لیژ می شوند، ترس بیشتر و گسترده تر می شود. در مقابل چنین نمایش قدرتمندی آنها فقط دو راه دارند: تسلیم یا فرار. بسیاری از پناهندگان روستایی‌اند. مانند بسیاری از دفعات در تاریخ، این کشاورزانند که آخرین کسانی هستند که پناهنده می‌شوند و باید با محصولات و دام‌هایشان وداع کنند. شاعر بزرگ بلژیکی امیل ورهرن می‌نویسد: چیزی ندارند مردمان اینجا، هیچ چیزی پشت سرشان، هیچ چیز مگر بی انتهای جاده ها. مردمان کشاورز، مردمان اینجا، محصولاتشان بیچارگی بی انتها. آلمان‌ها یورش هوایی را آغاز می کنند. برای ویران کردن گذرگاه‌های استراتژیک، پایگاه‌های هوایی، پالایشگاه‌ها و ذخایر سوخت. شهرهای شمالی و شرقی فرانسه بمباران می‌شوند. فرانسوی‌ها اکنون با واقعیت جنگ مدرن رو در رو می‌شوند. در هلند، بندر روتردام به خاطر حمله هوایی وحشتناک آلمان در آتش می‌سوزد، مانند بمباران ورشو. اما این بمب‌ها زمانی باریدند که شهر تسلیم شده بود. یکی دیگر از جنایات جنگی هیتلر. در لندن وینستون چرچیل نخست وزیر جدید شده است. اولین سخنرانیش عزم راسخ را به ادامه جنگیدن نشان می‌دهد، هرچه که پیش آید. I will say, without a doubt, that the fate of Holland and Belgium, like that of Poland, Czechoslovakia and Austria, will be decided by the victory of the British Empire اما and the اوضاع در French فرانسه به Republic. یک بار بسیار وخیم می شود. تنها در عرض 3 روز آلمان ها از آردن گذشتند و به سوی خطوط دفاعی فرانسه در رودخانه موز پیشروی می کنند. آنها به قسمت گردنه حرکت دازی شکل برای به دام انداختن نیروهای متفقین که در بلژیک جمع شدند نزدیک می شوند. پیاده نظام آلمان چنان شبیخونی به فرانسوی ها می زند که انگار از سیاره‌ای دیگر آمدند. با نارنجک مسلسل و یورش دست جمعی آنها شهر را یک روزه میگیرند. سدان، کلید ورود به آردن که از زمان شکست 1870 فرانسوی ها بسیار حائز اهمیت بود، چرا که تنها مانع باقی مانده سر راه آلمان ها رودخانه موز بود. شب 13 می آنها برای احداث پل مساله می‌آورند. فرانسوی ها بر رویشان آتش می‌ریزند. اما آلمان ها توپخانه فرانسوی ها را از کار می‌اندازند
و صبح روز بعد سربازان کار پل را تمام می کنند. کار با نظارت ژنرال گودریان انجام می شود. یک پروسه 52 ساله، یک استراتژیست نابغه ارتش که از تانک ها برای حملات نیرومند، جسورانه و سریع استفاده می کند. یا با بلیتزکریگ، جنگ صاعقه‌ای که در آن نباید به دشمن فرصت واکنش داد. اول تانک ها، سپس پیاده نظام و سرانجام پشتیبانی هوایی، به ویژه اشتوکا. اشتوکا ممکن‌های شیرجه مجهز به آژیر هستند. به علت مقاومت شدید هوا، خلبان‌های حرفه‌ای بمب‌هایشان را در دقیقه آخر با دقتی مرگبار رها می‌کنند. نخست وزیر فرانسه پل رینولد بلافاصله با چرچیل تماس می‌گیرد. ما شکست خورده ایم. ما نبرد را باخته ایم. ژنرال های فرانسوی سردرگم شدند. آنها قادر نیستند در برابر این وضعیت واکنششان دهند. با گیر افتادن نیروهای متفقین در بلژیک چگونه می‌توانند از پیشروی آلمان‌ها جلوگیری کنند؟ در پاریس دولت فرانسه باید به وضعیت انبوهی از پناهندگان در حال افزایش رسیدگی کند. سیلی از مردم بلژیک و شمال فرانسه به شهر ریخته‌اند. مدارس، بیمارستان‌ها و پادگان‌ها به زودی پر می‌شوند. اطلاعات تحریف و شایعات زیاد می‌شود. آیا گاملاین خودکشی کرده؟ نه. سرفرماندهی فرانسه تازه فهمیده است که آلمان‌ها به سمت ساحل در حرکتند و متفقین در تله افتادند. دستور ضد حمله صادر می شود. متفقین سرهنگ دوگل را به فرماندهی یک دسته از تانک ها می گمارند. ارتش فرانسه تانک های بیشتر و بهتری از پنزرز های آلمانی دارد. اما بدون تجدید گواه یا پشتیبانی هوایی، تانک های فرانسوی طعمه بمب‌افکن های اشتوکا می شوند. نیروی زرهی فرانسه جانانه می جنگد. اما آنها از این در تعجبند که چرا نیروی هوایی از آنها پشتیبانی نمی کند. خلبان‌های فرانسوی در مقابل نیروی هوایی پرتعداد و آموزش دیده آلمان موسوم لوفتوافه به حساب نمی آیند. اما شجاعانه می جنگند. 10 خلبان آلمانی سقوط کرده و زندانی می شوند. برخی از این خلبان‌ها پس از امضای آتش‌بس به آلمان بازگردانده می‌شوند و به نبرد علیه بریتانیا می‌روند. تانک‌های آلمانی به سرعت از شهرها و روستاهای شمال فرانسه عبور می‌کنند. فرانسوی ها فداکارانه سعی می کنند پیشروی آلمان ها را کند کنند. آلمان ها کوچکترین مقاومت را هم در هم می شکنند. آلمان ها به کانال انگلیس رسیدند. استراتژی برش داسی هیتلر پیروز شده است. نیروهای نظامی بریتانیا، ارتش بلژیک و نیروهای مسلح فرانسه محاصره شدند. پادشاه بلژیک همراه با ارتشش تسلیم می شود. نیروهای نظامی بریتانیا به سمت ساحل عقب نشینی می کنند، به سوی آخرین بازماندگان نیروهای متفقین. در پاریس نخست وزیر فرانسه پل رینولد گاملاین را از کار برکنار و ناجی دیگری می‌یابد. ژنرال ویگاین 72 ساله، یکی از عوامل پیروزی متفقین در سال 1918.
برای ایجاد روحیه، رینولدز یکی دیگر از قهرمانان جنگ اول جهانی را به مقام مشاور اعظم برمی‌گزیند. مارشال پتاین 84 ساله که به زودی به سیاست‌های رینولد پشت می‌کند. ویگان انتخاب دیگری ندارد. او دستور عقب نشینی کامل نیروهایش به سوی دانکرک را صادر می‌کند. هیتلر اجازه می‌دهد بروند. آیا دارد به بریتانیای کبیر رحم می‌کند؟ آیا امید به صلحی جداگانه دارد؟ یا گورینگ به او اطمینان داده که نیروی هوایی مانع از فرارشان خواهد شد؟ 400,000 نفر ساحل را پوشاندند، بدون پناه و در محاصره. تنها یک راه فرار برایشان باقی مانده: دریا. چرچیل دستور می‌دهد هر چیزی که می‌تواند شناور شود را بفرستید و آنها را نجات دهید. در خارج از دامنه‌های دانکرک، فرانسوی‌ها با دادن تلفات سنگین آلمان‌ها را عقب نگه می‌دارند. گورینگ جنگنده‌های لوفتوافه و بمب‌افکن‌های شوکا برای حمله اعزام می‌کند. $218,000 بریتانیایی و 120,000 فرانسوی با موفقیت می‌گریزند. ارتش بریتانیا نجات می‌یابد، اما به قیمت آبرویش. فرانسوی‌ها در اقدامی نهایی برای دفاع از کشورشان به فرانسه بازگردانده خواهند شد. بریتانیایی‌ها به مراکز تجدید گوا فرستاده می‌شوند. تمام بریتانیای کبیر فرار از دانکرک را قدمی حیاتی می‌داند. چرچیل این گونه بدان نگاه می‌کند و با شفافیت می‌گوید: جنگ با فرار کردن تمام نشده است. در همین روزهای ابتدایی ژوئن 1940 روح دانکرک متولد می‌شود. بیرحمی این جنگ و قدرت ویرانگر دشمن نازی اکنون بر بریتانیایی‌ها آشکار شده است. خوشقلبی و مهربانی جایش را با اقدامات دیوانه‌وار تغییر می‌دهد. با تجهیزات ملت. 4 ژوئن که چرچیل جنگاوران را در اطراف خود برای سخنرانی جمع می‌کند، سخنانش فراموش نشدنی است. باید روی سواحل بجنگیم، روی زمین‌های اشغالی، در مزارع، در خیابان‌ها، روی تپه‌ها. هرگز نباید تسلیم شویم. در 4 ژوئن آلمان‌ها دانکرک را اشغال می‌کنند. غنیمتی شگفت‌آور در انتظار آنهاست که به وفور توسط واحدهای تبلیغاتی ورماخت فیلمبرداری شدند. نیروهای بریتانیایی تقریباً تمام تجهیزاتشان را جا گذاشتند. سربازان ورماخت با غرور بسیار از خود فیلم میگیرند. آنها یک گرامافون فرانسوی با صفحه‌ای مشهور از موریس شوالیه می‌یابند. حمله ادامه پیدا می کند. فرانسه ویران می شود. اما رینولد و دوگال که معاون وزیر دفاع و جنگ هستند می خواهند به جنگیدن ادامه دهند.
در روم دیکتاتور ایتالیایی موسولینی ملقب به ایل دوچه برای مردمش خبرهای مهمی دارد. موسولینی به دنبال تقسیم غنایم است. دره رن، مارسی، همینطور مجمع الجزایر کورسیکا و تونس. فرانسوی ها میگویند این یعنی خنجر زدن از پشت. حمله موسولینی توسط نیروهای فرانسوی مستقر در آلپ در نطفه خفه می شود. نیروهای تحت فرمان ژنرال رومل در نورماندی طوفان به پا می کنند و وارد نورمان می شود. پاریس به عنوان شهر باز اعلام شده. به عبارتی دیگر بدون جنگ به دشمن واگذار شده تا به سرنوشت ورشو یا روتردام دچار نشود. دولت به بوردو نقل مکان کرده. آلمان ها به پایتخت نزدیک می شوند. همه جا از شایعات پر است. آنها همانند پروسی ها می کشند و تجاوز می کنند. دولت پاریسی ها را رها کرده تا فرار کنند. تمام فرانسه پا به جاده می گذارند. فاجعه‌ای که با نام انجیلیان مشهور می شود. اکسدس. میلیون ها مرد و زن فرانسوی به سوی لوار، آخرین سنگر مقاومت، سرازیر می شوند. اما هیچ سنگری از بمباران بمب‌افکن‌های شکار در امان نیست. سپیدگی صبح 14 ژوئن 1940 آلمان ها وارد پاریس می شوند. پرچم نازی سواتسیکا بر فراز پاریس به اهتزاز در می آید. یکی از اولین اقدامات اشغالگران آلمانی دزدیدن تمام مدارک موجود در وزارتخانه‌های متروکه است. فهرست جاسوسان، یهودیان، فراماسون‌ها و حتی نسخه اصلی غرامات جبهه غربی که آلمان را در سال 1919 تحقیر کرد. این نسخه ها بلافاصله برای هیتلر فرستاده می شوند. اکسدس به بنبست رسیده است. پل‌های رودخانه لوار ویران شدند. تنها امید باقی مانده این است که جنگ متوقف شود. پتاین نیز در بوردو می خواهد به همه چیز خاتمه دهد. آلمان ها به پیشروی بیرحمانشان به سمت جنوب ادامه می دهند. ارتش فرانسه که نیروی ترسناکی تلقی می شد اکنون صحنه کشتار شده است، در حالی که در آن زمان انتظار می رفت بهتر بجنگند. در عرض یک ماه 100,000 سرباز فرانسوی مردند، بسیار بیشتر از همین دوره زمانی در جنگ اول جهانی که مرگبارترین جنگ تا آن زمان بود. یک 1,850,000 سرباز فرانسوی همراه با 36,000 افسر و 176 ژنرال به اسارت گرفته شدند. در میان اسیران تعداد زیادی سرباز آفریقایی از نیروهای مستعمراتی فرانسه وجود دارد. فیلمسازی آماتور ورماخت آنها را با نوعی حس تحقیرآمیز فیلمبرداری می کند. این سربازان گرسنه عضوی را سر می برند.
مرکز اخبار تبلیغاتی آلمان بر تصویربرداری نزدیک از صورتهایشان اصرار دارد. سازمان‌های خبری آلمان می‌خواهند قضیه را چنین به تصویر بکشند که فرانسوی‌ها مجبور شدند با برده‌های خود به جنگ بروند. تفسیر اصلی آلمان آشکار می‌شود. Vor wenigen Tagen noch erklärte Chamberlain einem Amerikaner gegenüber, dass England und seine Verbündeten sich als Treuhänder der Zivilisation im Kampfe gegen mittelalterliche Barbarei fühlten. Das sind also die Treuhänder der Kultur. 3000 سرباز و افسر آفریقایی ارتش فرانسه پس از دستگیری تیرباران شدند. پس از 7 سال شستشوی مغزی نازی‌ها، نژادپرستی در بین سربازان آلمانی شایع شده است. اکنون 3 تاریخ برای سرنوشت فرانسه تعیین کننده خواهد بود. 16 ژوئن 1940 مجلس وزرا رینولد را فاقد صلاحیت می‌شناسند و وی استعفا می‌دهد و معاون او فیلیپ پتاین به ریاست دولت فرانسه منصوب می‌شود. در میدان باستیل کسانی که در پاریس مانده‌اند به مارشال پتاین گوش فرا می‌دهند. قهرمان سابق جنگ اعلام آتش بس می‌کند. J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. رادیوی آلمان این سخنرانی را این گونه ترجمه می کند. فرانسه تسلیم می شود. برخی از مردم فرانسه به BBC دسترسی دارند. ژنرال دوگل به لندن رفته است. 18 ژوئن او آتش بس را منتفی اعلام می کند. چند روز بعد وی سخنرانی جدیدی می کند. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. هیتلر تلگرافی با محتوای تبریک از مسکو دریافت می کند. در 22 ژوئن 1940 هیتلر به کامپین نزدیک پاریس می رسد. وی دستور داده که ترتیبی اتخاذ کنند تا بازنده ها تحقیر شوند. او همان واگنی را آورده که برای امضای آتشبس 1918 از آن استفاده شد که به شکست آلمان ها سهمی گذاشت. او انتقامش را گرفته است. نمایندگی دولت فرانسه را ژنرال هونسیژر بر عهده دارد. مترجم متن مسخره ای را می‌خواند که فرانسه را به اعلان جنگ بی‌دلیل متهم می‌کند. هیتلر حتی یک کلمه هم حرف نمی‌زند. او برمیخیزد و جلسه را ترک می‌کند. شرایط آتش‌بس به نمایندگان فرانسوی ابلاغ می‌شود. یکی از شرایط این است که فرانسوی‌ها تمامی آلمانی‌های مخالف دولت نازی را که در این کشور پناه دهند تحویل دهد. هونسیژر سعی می‌کند مذاکره کند، اما آلمان‌ها نمی‌پذیرند. هونسیژر با سران دولت در برد و تماس می‌گیرد. سازمان‌های اطلاعاتی آلمان مکالماتش با ویگان را ضبط می‌کنند. C'est fait. Je vous remercie encore de la façon dont vous l'avez fait. Mon général, oui, enfin, vous me comprenez, vous? Oui, non, je vous comprends.
بعدها هیتلر واگن را به برلین میبرد. در آخرین روزهای راهش او به SS دستور میدهد با دینامیت آن را منهدم کنند. به زودی نمادهای اصلی پیروزی فرانسه در جنگ اول جهانی به تمسخر گرفته میشوند. مثل این نماد در وردن، جایی که 500,000 سرباز فرانسوی کشته شدند تا فرانسه 20 سال بعد به اینجا برسد. هیتلر از اینکه مردانش خط ماژینو را گرفتند به وجد آمده است. وقتی او وارد استراسبورگ و قلمروش می شود جدی تر است. الساس و لورین بار دیگر متعلق به آلمانند، همانطور که او قول داده بود. غنایم جنگ فرانسه: 2000 تانک، 5000 توپ، 300,000 تفنگ، 4 میلیون گلوله مهمات. در یک تولیدی پوشاک ارتش، ورماخت یک محموله لباس می‌یابد که برای ارتش فرانسه تولید شده است، گرم و با دوام که برای جنگ‌های بعدی نگهداری می‌شوند. از جمله غنایم کارخانه‌ها و بندرها هستند، تمام ثروت‌های فرانسه. از آنجا که فرانسوی‌ها اعلان جنگ کردند، به عنوان غرامت باید مبلغی معادل روزانه 100 میلیون دلار برای مخارج اشغال بپردازند. ژنرال هونسیگر برای شرکت در اولین نشست کمیسیون بررسی شرایط آتش‌بس به آلمان می‌رود. برای خارج کردن نیروها، هیتلر تصمیم می‌گیرد به فرانسه اجازه حاکمیت بر بخشی از خاکش را بدهد. با گماردن دولتی تحت فرمان او و با ارتشی محدود بدون حق استفاده از سلاح‌های سنگین و فقط برای اجرای دستور. کشور به 2 قسمت تقسیم می‌شود. یک منطقه اشغالی در شمال شامل تمامی سواحل و اقیانوس اطلس به منظور دسترسی به بندرها. ایتالیا منطقه مدیترانه‌ای را کنترل می‌کند و ناحیه کوچکی در اطراف آن را اشغال می‌کند. باقی مانده منطقه آزاد خوانده می شود با پایتختی جدید، ویشی. این شهر دور افتاده به خاطر هتل‌های زیادش انتخاب شده است. اوایل جولای مارشال پتاین در یکی از آنها همراه با وزرای دولت اقامت می‌گزیند. فضای تمام کشور طنزآلود است. با وجود این وضعیت، دولت ویشی مناطق استعماری وسیعی را کنترل می‌کند و گذشته از همه اینها یک نیروی دریایی قدرتمند وجود دارد. تنها درخواست هیتلر این است که این کشتی‌ها توقیف شوند و در بندرها باقی بمانند، چرا که می‌ترسد به نیروهای بریتانیایی ملحق شوند. چرچیل برعکس می‌ترسد به دست آلمان‌ها بیفتد. او به نیروی دریایی سلطنتی دستور می‌دهد جلوی این اتفاق را بگیرند. یکی از نیروهای دریایی بریتانیا به سمت یکی از بزرگترین پایگاه‌های نیروی دریایی فرانسه حرکت می‌کند، مرسل کبیر در الجزایر. چرچیل ریسک نمی‌کند. اولتیماتوم ارسال می‌شود: اگر به ما ملحق می‌شوید، آماده حرکت شوید. در غیر این صورت شما را تا کارائیب اسکورت می‌کنیم تا خلع سلاح شوید. فرانسوی‌ها همه گزینه‌ها را رد می‌کنند. بریتانیایی‌ها شلیک می‌کنند. کشتی جنگی فرانسه به شدت تخریب می شوند و یکی به نام بریتانیا غرق می شود. 1297 ملوان فرانسوی کشته می شوند. برای اینکه به مردمش دنیا و به ویژه ایالات متحده نشان دهد چقدر مصمم است، چرچیل به متفقین سابقش حمله می کند. ناوگانی که ممکن بود به دستور آلمان‌ها به سواحل بریتانیا حمله کند. 2 روز پس از حمله، دولت ویشی روابط دیپلماتیکش را با بریتانیا قطع می کند.
تمام آلمان هیتلر را ستایش می کند. با تسخیر ساقه فرانسه ژنرال هایش را شیفته خود ساخته. او خود را بزرگترین رهبر نظامی تاریخ می داند، هم ردیف با ناپلئون. و مانند امپراتور دیگر کسی جرأت نمی کند با او مخالفت کند. آلمان ها جزایر کانال را به تصرف در می آورند. جرزی و گرنزی قدم هایی محکم برای حمله به بریتانیای کبیر. بریتانیایی ها در برابر حمله آلمان ها آماده می شوند، با در نظر گرفتن تمام ابعادی که ممکن است جزئی به نظر آیند. یکی دیگر از اقدامات ضروری فرستادن بچه ها برای امنیت بیشتر به اطراف کشور است. یک لحظه همیشه دردناک. دختران، مادرانشان و حتی مادر بزرگانشان نیز به جنگ ملحق می شوند. هر زنی باید از خانه‌اش در مقابل حمله چتربازان آلمانی دفاع کند. مردها به عنوان داوطلبان دفاع محلی برای دفاع از خانه‌ها آماده می‌شوند، حتی کهنه سربازان جنگ اول جهانی. معلولین آسیب دیده به هنگام نجات ارتش در دانکرک در صورت تمایل مسلح می‌شوند. آمریکا کمک‌هایی از قبیل تفنگ، مسلسل و پداوندهای ضد هوایی می‌فرستد و هر کسی که توانایی‌هایش را ارتقا دهد. چرچیل سخنرانی الهام بخشی به مردم بریتانیا ارائه می‌دهد. The battle of Britain is about to begin. Let us therefore brace ourselves to our duty. So bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. یکی از تسلیحات اصلی چرچیل نیروی هوایی سلطنتی است، با هواپیمای محشری به نام اسپیتفایر با موتور رولز رویس که یکی از بهترین جنگنده‌های جهان است. بریتانیا همچنین در زمینه الکترونیک نیز برتر است. بریتانیایی‌ها اولین کسانی بودند که رادار را برای دفاع به کار گرفتند. در اتاق کنترل رادار برای تشخیص هواپیما و هدایت خلبان‌ها به سوی نیروهای دشمن به کار گرفته می‌شود. خلبان‌ها از سراسر بریتانیا به افراد نیروی هوایی ملحق شدند، حتی کسانی که از کشورهای تحت اشغال آلمان گریختند یا حتی کسانی که دولتشان در تبعید به سر می‌برد، لهستانی‌ها، هلندی‌ها و چک‌ها و همچنین اولین نیروهای آزاد فرانسه همراه با دوگل. بسیاری از خلبان‌های بریتانیایی دانشجویان آکسفورد و کمبریج هستند. یکی از آنها ریچارد هیلاری بعدها می‌نویسد: ما به پسران مودراز شهرت داشتیم. از خواب بیدار شده بودیم و زجرمان داده بودند. رسانه‌ها دوست داشتن ما را نسل سوخته صدا بزنند. به طور غیر رسمی خودخواه و مغرور بودیم. جنگ به قهرمانان بازی نیاز داشت. اما این فرصت را به ما میداد که خودمان را به خود و دنیا ثابت کنیم که حریف گردن کلفتی برای جوانان متعصب هیتلر هستیم. این خلبانان آلمانی مستقیما تحت نظر هیتلر آموزش دیدند، با نام مستعار جوانان هیتلر و با ایده انتقام. آنها احساس می‌کنند شکست ناپذیرند. رهبرشان گورینگ مهره محبوبی در رژیم است. گورینگ که مرد خوشگذرانی است، اغلب در هتل ریتز پاریس اقامت دارد و کاخ لوکزامبورگ را به مقر فرماندهی لوفتوافه تبدیل کرده است.
او به هیتلر قول داده که لوفتوافه در عرض چند روز نیروی هوایی سلطنتی را منهدم می‌کند، کنترل هوا را به دست می‌گیرد و ورماخت را قادر می‌سازد به بریتانیای کبیر حمله کند. لوفتوافه تمامی فرودگاه‌های فرانسه را در اختیار دارد، با تمامی تأسیسات و تجهیزاتش. خلبان‌هایش به خوبی آموزشیدند، مانند آدولف گالان با علامت گارد شاهنشاهی که علیه جمهوری خواهان در اسپانیا جنگیده بود، یا ورنر مولدرز، یکی از پیشتازان جنگ فرانسه، یکی از خلبان‌هایی که در فرانسه سقوط کرد، اسیر شد و سپس به آلمان بازگشت. و اکنون یکی از خلبان‌های حمله هوایی به بریتانیای کبیر است. آلمان‌ها با پرواز از فرودگاه‌های فرانسه اشغالی به کشتی‌های تجاری کانال‌ها، بندرها و فرودگاه‌های جنوبی انگلیس حمله را آغاز می‌کنند. آنها 500 جنگنده بریتانیایی را نابود می‌کنند به قیمت 1000 جنگنده خودی. خلبان‌های بریتانیایی فداکارانه مقاومت می‌کنند. آنها از جان شامایی می‌گذرند. چرچیل میگوید هرگز در تاریخ منازعات بشر این همه انسان مدیون چنین تعداد کمی نبودند. هیتلر تصمیم میگیرد حمله هواپیماهایش به بریتانیا را به تعویق بیاندازد. این اولین عقب نشینی اوست. اکنون تاکتیکش بیشتر متکی به بمباران‌های نصف شب است. او میگوید بریتانیایی ها تسلیم میشوند وقتی شهرهایشان با خاک یکسان شود. بمب‌افکن‌های آلمانی شهرهای بریتانیا نظیر کاونتری و لندن را بمباران می‌کنند. این یعنی بلیتز، بمباران همه روزه. مردم بریتانیا به طرز شگفت‌انگیزی مقاومت می‌کنند. آنها در باغچه‌ها و خانه‌هایشان پناهگاه حفر می‌کنند و در لندن شب‌ها در ایستگاه‌های مترو می‌خوابند و فردا سر کار می‌روند. آنها هرگز اعتماد به نفسشان را از دست نمی‌دهند یا حتی شوخ طبعیشان را. چرچیل به فرانسوی ها میگوید Ici, dans cette ville de Londres, le Herr Hitler prétend réduire en cendres, nos gens tiennent bon. هیتلر از کوره در رفته است. او بعدها چرچیل را یک مست دورگه آمریکایی یهودی می نامد. از این به بعد او حتی یک لحظه هم به یهودیان رحم نمی کند. در 12 اکتبر 1940 در روز یوم کیپور به یهودیان ورشو گفته می شود که برایشان یک گتو ساخته شده. دیواری به ارتفاع 3 متر با جمعیتی متشکل از 500,000 یهودی، مرد، زن، بچه و سالخورده که به طرز وحشتناکی از گرسنگی و سرما و فقر رنج میبرند.
هیتلر در ویلایش به نام برخوف در باوارین آلپ در حالی سال نو را جشن می‌گیرد که توسط معشوقش ایوا برام فیلمبرداری می‌شود و توسط بچه‌های سران نازی محاصره شده است. او حقه دیگری در آستین دارد، یک گمار بزرگ دیگر. اکنون مأموریتش کشورگشایی جدید است، کشورگشایی از شرق. او خودش را به این دلیل با استالین متحد کرد که بعداً بهتر به او حمله کند. شکست در تصرف بریتانیا به او هشدار می‌دهد عجله کن قبل از اینکه چرچیل پای آمریکایی‌ها را وسط بکشد، چیزی که به اصطلاح جهان در آتش نامیده می‌شود. مترجم پیام این اندو، صدا بردار امیر حسین آشوری، تنظیم گفتگوها و گوینده متن مهدی رضایی.